کتاب ژرمینال امیل زولا رو من خیلی سال پیش خوندم. انقدر این کتاب فوق‌العاده است که تصمیم گرفتم امشب راجبش با شما صحبت کنم و تقریبا آبان ماه پارسال هم یک بار دیگه این کتاب رو خوندم و به همون اندازه بار اول و شاید بیشتر از خوندنش لذت بردم. دوست داشتم این کتاب رو حداقل همه ایرانی‌ها رو یا حداقلش دانش آموزامو مجبور کنم یک بارم که شده بخونم. تنها کتابیه که این احساس و نسبت بهش دارم. بهترین ترجمه این کتاب که این همین کتابیه که دست منه، از آقای سروش حبیبی و نشر نیلوفر. کتاب فرانسوی، نویسنده‌ش هم که خب میشناسیدش حتما، امیل زولا رو. و اسم کتاب هست ژرمینال، از کلمه ژرمینر گرفته شده، به معنی جوانه زدن و روییدن. در فرانسه به ماه اول بهار میگن ژرمینال. امیل زولا یه مجموعه کتاب 20 جلدی داره که در مورد خانواده روگن ماکار نوشته و این کتاب جلد 13 از این مجموعه 20 جلدیه. ولی خبر خوشی که میخوام بهتون بدم اینه که این کتاب هیچ ربطی به کتابای قبل و بعد خودش نداره و یه داستان مستقله و نهایت لذت رو شما میتونید از این داستان ببرید. در مورد خود نویسنده چند کلمه باهاتون صحبت بکنم. امیل زولا از چهره‌های برجسته سیاسی در فرانسه هستش، آزادی خواه بوده یعنی، و اینکه دو بار نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شده و اینکه سبکش ناتورالیسم بوده و ها. دیگه به خود نویسنده زیاد نمیپردازیم، میریم سراغ خود کتاب. من فکر میکنم بهترین کار اینه که پشت جلد کتاب رو که یک مقدمه کوتاهیه که خود مترجم اول کتابم نوشته براتون بخونم. گویای خیلی از مطالب هستش. در 1885 ویکتور هوگو از دنیا رفت و ژرمینال به دنیا آمد که بینوایان زولاست. در فرانسه مدرن و صنعتی داستان رنجبران زیر زمین است که اگر دانته بود دوزخش می شد. در جهانی که انسان تا پایان شب سفر می کند، اما در پایان این راه شگفت‌انگیز در دل زمین، در ژرفنای خاک که انسان عمرها رنج برده و له شده است، عاقبت کمر راست می کند و در شورشی سراسر امید سر بر می افرازد. ژرمینال زیباترین و بزرگترین اثر زولاست. حماسه برادری است در فلاکت، داستان سرنوشت بشر. خب فکر میکنم با همین یه ذره شما خیلی چیزا از این کتاب متوجه شدید. یک فیلم از این کتاب اقتباس شده در سال 1993 به کارگردانی کلود بری که به عنوان نامزد بهترین فیلم خارجی زبان در 66مین دوره جوایز اسکار انتخاب شد ولی پذیرفته نشد. بیشتر این قسمت‌های این کتاب در مورد قشر زحمتکش و کارگر و ساده‌ای هستش که در معدن زغالسنگ کار میکنن، خیلی زحمت میکشن، خیلی کار سختی رو دارن ولی هیچ وقت دنبال احقاق حقشون نیستن از قشر سرمایه‌دار، به خاطر اینکه فکر میکنن اگر حرف بزنن و دنبال حقشون باشن این باعث میشه که همون حقوق بخور و نمیری که دارن قطع بشه و اینکه میترسن از اینکه شرایط موجودی رو هم که دارن از دست بدن. این شرایط ادامه پیدا میکنه. حالا اول داستان یه خورده خود امیل زولا اون شرایط سخت معدن رو به تصویر کشیده که شما رو خسته میکنه و شاید برای شما تحمل سخت باشه
اوایل کتاب، ولی دلش میخواسته که شما اول اون شرایط سخت کارگرها رو درک کنید، بدونید تو چه شرایطی زندگی میکردن و بعد بره دنبال بقیه داستان و ادامه بده که بچه اتفاقی افتاد. شرایط ادامه پیدا میکنه تا یک کارگری به نام اتین لانتیه از راه میرسه و اتین لانتیه کی بوده؟ شخصیتش چجوری بوده؟ کسی بوده که طی درگیری خیلی بدی با سابکار قبلیش، درگیری فیزیکی خیلی سختی با سابکار قبلیش، اونجا رو اصلا مجبور میشه اون منطقه کشور رو ترک کنه و بره جایی که نشناسنش. طی پیاده روی میرسه به یه منطقه‌ای که معدن توش بوده. یه صحبتایی با کارگران میکنه، از شرایط سخت کار تو معدن آگاه میشه، ولی به خاطر شرایطی که داشته مجبور میشه که در معدن کار کنه. این کارگر مثل کارگر دیگه نبوده، اهل مطالعه بوده، اهل جستجو بوده، به دنبال احقاق حقش بوده، میگفته حق ما نیست که این شرایط رو تحمل کنیم و نباید این مدلی باشه، چرا دارید تحمل میکنیم. حرفش هم تاثیرگذار بوده رو بقیه و اینکه بقیه به حرفش گوش میدادن. شاید اسم بی‌نظیری که امیل زولا برای کتابش انتخاب کرده، یعنی ژرمیر، به خاطر همین شخصیت اصلی داستان بوده که جوان زدن و رشد کردن با آگاهی یافتن همراه هستش. از اینجا داستان اصلی شروع میشه. اول که گفتم براتون شرایط سخت معدن رو توضیح میده، رفتن به عمق نمیدونم 500 متری زمین و کلنگ زدن های پی در پی و نمیدونم پیاده روی های طولانی برای رسیدن به اون محل اصلی معدن و کشیدن واگن و تمام مشقت هایی که یک کارگر زغال سنگ باید بکشه رو انقدر قشنگ امیل زولا به تصویر کشیده که ما تعجب میکنیم و بعد که زندگی نامه رو میخونیم و مراحل نویسندگیش رو میخونیم میبینیم که امیل زولا برای نوشتن این کتاب مدت زیادی رو میره و به طور ناشناس در معدن کار میکنه تا از شرایط سخت کار تو معدن آگاه باشه و میفهمیم که چرا تونسته انقدر قشنگ شرایط رو توصیف کنه. شاید قسمت های اول کتاب کمی خسته کننده باشه، قسمت میانی و پایانی کتاب متحیر کننده است و نفسگیر و جذابه. تحمل کنید قسمت های اول تا برسید به قسمت های بعدی کتاب، ولی کلاً که فضای کتاب فضای تاریک و غم انگیزیه، از اول تا آخر کتاب غم انگیزه و اگر دنبال کتابی هستید که بهتون امید بده، نمیدونم خوشحالتون کنه، انگیزه بهتون بده، البته که انگیزه بخش هست ولی شاد کننده نیست و حالا دنبال کتابای روانشناسی زرد و اینا باشید اگر خیلی اونجور کتابا رو بهش علاقه‌مند هستید. این کتاب قسمت‌های اروتیک و رمانتیک و اینا داره ولی هیچی از فضای غم انگیز کتاب کم نمی‌کنه. من وقتی این کتاب رو می‌خوندم به خاطر اینکه تا حدودی فوبیایی دارم از جاهای بسته، از جاهایی که رفت آمده هوا کمه و اینا، شاید باور نکنید اینقدر توصیفای کتاب قشنگ بود که من احساس خفگی بهم دست میداد. اوایل کتاب و آخرای کتاب قشنگ خودم احساس خفگی بهم دست داده بود و حتی مزه زغال رو توی دهنتون حس میکنید شما وقتی کتابو میخونید و خیلی زیبا توصیف کرده، قلمش بی‌نظیره، شگفت انگیزه. اگر که فکر میکنید که سبک نویسنده اینه که حالا بیاد و اول تا آخر کتاب
از مظلومیت کارگرا بگه و بگه که آدمای خیلی بی سر و زبونی هستن، سادن، مظلومن، بی پناهن و سرمایه‌دارا خیلی ظالمن، خیلی نمیدونم شیطان صفتن، خیلی اینطوری نیست. من اول کتاب بهتون گفتم سبکش ناتورالیسمه و طبیعی گرا بوده، پس حقیقت رو نوشته و نوشته اگر که قشر فقرا فقیر هستن قسمت اعظمش به خودشون مربوطه. یعنی در یک خانواده‌ای به دنیا اومدن که پدر کارگر بوده، مادر تفکرش کارگری بوده حداقل و به یه حقوق بخور-نمیری عادت کرده بودن و تفکرشون این بوده که باید به همین بسازیم و اگر حرف بزنیم همینم قطع میشه و همونطوری که اطرافتون میبینید بیشتر به هم طبقه های خودشون کار داشتن تا به بالا دستای خودشون و خدا نکنه من یکی مثلا تو هم طبقه های خودشون به یه جایی برسه اونو خیلی بیشتر بهش کار دارن تا به طبقات بالاتر. و یه جایی تو یکی از کتابای داستایوفسکی من خوندم که نمیدونم کدوم کتابش بود، کتاب جنایت و مکافاتش میگفتش که جنگ اصلی بین فقرا و پولدارها و ثروتمندان نیست، جنگ اصلی بین فقرا و فقراست و واقعا تو این کتاب ما به عینه این رو میبینیم. تو این کتاب کلاً در مورد اعتصاب کارگرا و اینکه اعتصاب‌ها نهایتاً به ضرر کی تموم میشه، به ضرر سرمایه‌دارا تموم میشه یا به ضرر کارگرا و اینکه کلاً قشر آسیب پذیر جامعه کدوم قشر هستن و اینکه جمله‌ای که ما در سرتاسر کتاب و در سرتاسر حتی زندگی هامون میشنویم که این جمله هستش که خدا بالاخره یه روزی حق ظالم و حق مظلوم و از ظالم میگیره، خدا جای حق نشسته. شما وقتی این کتاب رو میخونید میفهمید که آیا این واقعیت داره یا نه، یا مظلوم باید خودش حقش رو بگیره. به نتیجه اصلی میرسید در این کتاب و اگر بخوام نتیجه اصلی کتاب و هدف اصلی از نوشتن این کتاب بگم اینه که آگاهی و تأثیر آگاهی در زندگی انسان‌ها و در سرنوشت انسان‌ها چی هستش. این هدف اصلی نویسنده از نوشتن این کتابه. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید. کانال ما رو همراهی کنید و با لایک و پشتیبانی شما ما بهتر دیده میشیم.